داستان‌های ملا نصرالدین. این داستان دزدی ملا. ملا وقتی به بوستان رفت هر قدر توانست هندوانه و خربزه چید و در جوال گذاشت. ناگاه بوستانبان سر رسید و وی را در آن حال بدید و با چوب دستی به وی حمله کرد. پرسید اینجا چه می‌کنی؟ ملا پاسخ داد از سمت بوستان که می‌گذشتم ناگاه باد سختی وزید و مرا به اینجا افکند. باغبان گفت پس این میوه ها را چه کسی چیده؟ ملا پاسخ داد اینجا هم باد امانم نداد و مرا به هر سمت و سویی کشاند و من از ترس جان خود به بوته‌ها متوسل شدم و آنها کنده شدند. باغبان گفت به فرض اینکه هر چه میگویی راست و درست باشد، ولی این میوه ها را چه کسی در جوال کرده است؟ ملا پاسخ داد من نیز متعجب شدم و 1 ساعت است به این موضوع فکر میکنم و تا به حال نتوانستم بفهمم چه کسی این کار را کرده است.